برای اینکه دانه کاکائو به این مرحله برسه، یکی از مهمترین مراحلی که باید طی کنه مرحله تخمیره. مرحله تخمیر باعث شکل‌گیری طعم، عطر و رنگ کاکائویی میشه. مرحله تخمیر توسط 3 گروه میکروارگانیسم یعنی مخمرها، باکتری‌های لاکتیک و باکتری‌های اسیتیک انجام میشه. این مرحله بین 5 تا 7 روز زمان میبره. 3 تا فاز روی این دانه کاکائو رخ میده: فاز بی‌هوازی، فاز انتقالی و فاز هوازی. اما هر کدوم از این 3 تا فاز چه کاری انجام میدن؟ فاز بی‌هوازی یا فاز اولیه، تو این فاز در واقع دانه ها به همراه پالپشون محصور شدن. از یه طرف مخمر رو شروع میکنن به رشد کردن و تولید اتانول و CO2 میکنن، یعنی اون قندی که اونجا هست تبدیل به اتانول میشه. گاز CO2 باعث میشه که اون پالپ به صورت سیال در بیاد و محیط کاملا بی‌هوازی بمونه که بین 1 تا 2 روز این مرحله طول میکشه و بعد میره وارد فاز انتقالی میشه. مرحله بعدی مرحله انتقاله. تو مرحله انتقال با کاهش پالپ و نفوذ جزئی اکسیژن، باکتریای لاکتیک شروع به کار میکنن. باکتریای لاکتیک تولید اسید لاکتیک و مانیتول میکنن. همین مرحله باعث میشه که به زمینه رو برای رشد باکتریای مرحله سوم یعنی باکتری هوازی ایجاد بکنن. همونطور که گفتم این مرحله بین 2 تا 3 روز زمان میبره. مرحله سوم یا مرحله هوازی، تو این مرحله اکسیژن به شدت افزایش پیدا میکنه. باکتریای اسیتیک میان اون اتانولی که مخمرها درست کرده بودن به اسید استیک اکسید میکنن. دما 45 تا 50 درجه بالاتر میره، باعث میشه که تمام جوانه های این دانه ها باعث مرگشون میشه که دیگه رشد نکنن. آنزیم های عطری و طعمی دانه ها آزاد میشه و این دانه آماده اینه که بره وارد مرحله بعد یعنی مرحله خشک کردن بشه. امیدوارم که این اطلاعات براتون مفید بوده باشه.